سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. به کانال خودتون، کانال 3D Max Visual خیلی خوش اومدید. امروز میخوام دو تا از بهترین سایت هایی که در زمینه تکسچر هستن و میتونید تکسچر خیلی خوبی ازشون دانلود کنید و تو کارهاتون استفاده کنید و بهتون معرفی کنم. بدون معطلی بریم سریع سراغ معرفی دو تا سایت. یکی از سایت های خیلی خوبی که ما داریم و میتونیم در زمینه تکسچر ازش استفاده کنیم، تکسچر بسیار خوبی داره، سایت کویکسل هستش، quixel.com. اما برای اینکه بتونیم سایت کویکسل ما عضو بشیم حتما باید قبلش سایت آنریل انجین رو داخلش وارد بشیم و عضو بشیم و بعد بتونیم داخل سایت کویکسل تکسچرها رو دانلود کنیم. اول پس بریم سایت آنریل انجین. خب سایت آنریل انجین یه بخش داره بالاش برای وارد شدن. بریم داخل قسمت ساین اینش. خب از گوگلش انتخاب میکنیم برای اینکه بتونه به گوگلمون وصل بشه. خب الان ایمیلمون شناخت و کانتینیو رو میزنیم. ایمیلمون هم وریفای کردیم و ثبت ناممون تکمیل میشه اینجا. خب پس الان ما اکانتمون هستش توی سایت آنریل انجین. میریم داخل سایت کویکسل. گوگل هم کویکسل سرچ کنید میاره براتون. اسم این سه سایت رو من داخل دیسکریپشن همین ویدیو قرار میدم که
داشته باشید و بتونید خیلی سریع‌تر دسترسی داشته باشه. خب داخل ساین این سایت میریم، داخل سایت کویکسل میریم. خب میریم قسمت ساین این ویت اپیک گیمز. وارد کنید ایمیلتون. خب اینجا چون ما تو سایت کویکسل ثبت نام کرده بودیم، اینجا ما رو شناخت و کامپلیتینگ اپیک لاگین نمیکنه توی سایت. خب اینجا شناخت ما رو و اکانت ما رو آورد. میایم تو قسمت پروداکتس، قسمت بروز. خب اینجا ما دیگه به همه چیزهایی که داخل سایت هست دسترسی داریم. خب و 18000 تا آبجکت داره و ما به همه اینا دسترسی داریم. هر کدوم از اینا رو شما بخواید میتونید باز کنید و دانلودش کنید. توجه کنید که این سایت مربوط به حالا بازی سازی و کارهای دیگه هستش، ولی خب به کار ما هم کسی که حالا تیریتی دارن کار میکنن هم میاد. یه چند آبجکت های خوبی هم داره برای کارهای حالا خودمون میتونیم ازشون استفاده کنیم کارهای تیریتی. خب میایم اینجا مثلا سرچ میکنیم وود، ببینیم چی به هم میده. خب حالا اومدیم پایین. خب اینجا سایت باز شد. آبجکت هایی که آوردیم 4 آبجکت های خوب و خفنی هست که میتونیم کارمون واقعا استفاده کنیم ازشون. میگم چون بیشتر برای بازی سازی هسته سایت کویکسل انریل انجین، بیشتر آبجکت هایی داره که توی بازی ها معمولا ازش استفاده میشه، ولی شما میتونید از دیتیل هاشون استفاده کنید دیگه. مثلا سرفیس ها رو بریم. یکشو باز کردیم حالا برای نمونه. خب من چون سابسکرایب نکرده بودم تو قسمت قبل، دانلود گزینه دانلودش باز نمیشد برام، ولی الان دوباره هر کدوم رو سابسکرایب کردم و هر کدوم از این آبجکت ها رو بخوایم میتونیم دانلود کنیم. دانلود میزنید تو قسمت دانلود رو میتونید. کیفیت هم 3 تا معمولا کیفیت مختلف دارن، 2K 4K and 8K رو دارن رزولوشن و این هم از سایت کویکسل و ثبت نامش خیلی راحت ثبت نام کرد. یکی دیگه از سایت هایی که خیلی خوب هستش برای دانلود تکسچر، سایت امبینت سی جی هستش. میایم توی قسمت، حالا ما بیایم توی هوم پیجش رو، من اینو قبلا اومده بودم توی هوم پیجش. خب هم شما HTML میتونید دانلود کنید هم متریال. بریم تو قسمت متریالش، هر چیزی که اینجا سرچ کنید براتون میاد. حالا بریم مثلا ما وود سرچ کنیم. خب وودایی هم که میخواین حتی براتون میاد. مثلا چوب تیره دارک بزنیم ببینید چوبای تیره میاره اینجا برامون. خیلی هم متریال خوبی یعنی میاره واقعا
مطالب های کوالیتی هستن. خب توی قسمت دانلود هاش رزولوشن های مختلف رو با حجمی که دارد و بهمون میده. اگه کارتون، من پیشنهادم شما اینه که اگه کارتون خیلی های کوالیتی هستش که حتما کیفیت آخرش رو دانلود کنید، یعنی 8K رو دانلود کنید. اما اگر کیفیت حالا کارتون خیلی بالا نیستش، یعنی کیفیت معمولیه، مثلا 4K رو دانلود کنید یا حالا مثلا میتونید حالا کیفیت های پایین تر دانلود کنید. ما حالا الان یه دونه من دانلود میکنم ببینم که چه شکل استفادهش هم با هم ببینیم که چیا داخلش داره. من اینجا فیلم رو پاز میکنم، بعد که دانلود شد دوباره بهتون توضیحات میدم. خب PNGش دانلود کردیم، حالت زیپ هستش، بعد حالت زیپ خارجش کنیم. خب این داخلش ببینیم همین عکساش، نورمالش، هایش، دیسپلیسمنتش، رنگش و رافنسش رو بهمون داده که میتونیم توی کارمون از همه این عکس‌ها استفاده کنیم. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید. امیدوارم که آموزش مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر که این آموزش رو هم دوست داشتید لطفاً کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. ممنون.